در صبحگاه پنجشنبه 26 صفر سال 14 بعثت، سران قریش در پارلمان مکه دارالندوه گرد آمده تصمیم گرفتند شبان هنگام به خانه پیامبر یورش برده با طرور ایشان دعوت توحید را برای همیشه زنده و گور سازند. فرشته وحی جبرئیل امین بر پیامبر نازل شده پس از آگاه ساختن ایشان از توطئه و نیرنگ قریش از پیامبر خواست تا شب را در رخت خواب خود نخوابیده بانگ هجرت سر دهد. پیامبر همراه عزیزترین یارش ابوبکر صدیق در تاریکی شب از مکه به سوی غار ثور در جنوب غرب مکه حرکت کردند تا قریش که به درستی می‌داند مقصد پیامبر به سوی یثرب در شمال مکه است نتواند مسیر حرکت آنها را دریابد. اینجا کوه ثور یا جبل ثور است، همان کوهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در شب هجرت به اینجا تشریف آوردند. درست این کوه طرف مقابل یا طرف جنوبی شهر مکه واقع است، نقطه مقابل مدینه در شمال مکه واقع است و این کوه در راه یمن که جنوب مکه باشد. الان دوربین به طرف شهر مکه می رود، طرف مقابلی که من هستم روبروی من، و کوه ثور اینجاست. بالای این کوه هم غار ثور قرار دارد. الان ما با هم همراه با شما بینندگان عزیز و گروه فیلمبردار همراه با استاد گرامی استاد فضلالحق سلیمانی از این راه، تنها راهی که ما رو به قله کوه میرسونه و راهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با یار غارشان حضرت ابوبکر پیمودن همراه میشیم و میرسیم تا غار ثور. بیادت ای گل زیبای هستی، سرشت جمله خوبی های هستی، سرود عشق از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم، سرود عشق از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم. بیادت من غمین و زارم ای دوست، چو مرغی در قفس بیمارم ای دوست، دلم را ابروهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، دلم را ابروهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، بیادت دیدگانم خون فشان است، ز هجرت مرغ قلبم در فغان است، خیالت از سرم اغلب رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید، خیالت از سرم اغلب رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید. تو هستی مهربان تر از گل یاس، نسیمی جان فزا در اوج. جناب شیخ، چه چیزی توی این سفر بیشتر توجه شما رو جلب کرده توی سفر هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ نقش جوونا خیلی چشمگیره تو این سفر. اگه شما توجه کنید ببینید عبدالله رو ببینید، عبدالله ابن ابوبکر و نقشی که ایفا کرد. قبل از عبدالله علی اون جوون تقریبا چند سال داشت؟ حدود
23 سال بیشتر نداشت. اسما دختر خانومی حدود بسیار خانومی حدود 20 اندی سال بیشتر که نداشت. خب این هر جا میبینی که جوونا خیلی نقش دارن تو این دعوت اسلام. هر جا که خطر جوونه که جلوست. و یه چیزی باز هم جلب توجه میکنه وقتی که ما میاییم تو زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم. وقتی رحلت آن جناب میاد، ایشون فرماندهی سپاه اسلام رو میدن به دست اسامه، جوون 17 ساله. انگار که پیامبر صلی الله علیه و سلم میخوان به جوونا و نوجوانا بگن که نشر این دین و رسوندنش به جهان و جهانیان وظیفه شماست. لیتنا كنا فدا الدمع الذی صد البته خداوند می توانست پیامبرش را سوار بر براقی که او را به سفر اسرار آمیز اسرا و معراج برده بود در یک چشم به هم زدن به مدینه منوره برساند. و هیچ شکی نیست که پیامبر اکرم علیه السلام نزد خدایش بسیار عزیز و محبوب نیز بودند. با تمام اینها خواست خداوند بر این رفت تا پیکی که او را الگو و نمونه عملی قابل تطبیق برای روان راه توحید قرار داده، تمام این خطرها و سختیها و مشقتها را تحمل کند تا مؤمنان به خوبی دریابند راه برپایی عدالت و برابری و رسیدن به آزادی پر است از خارها و سختیها و باید با فداکاریها و از خودگذشتگیها و ایثارها آبیاری شود. جناب شیخ، یک سوالی پیش میاد که خب الله متعال نمیتونستن که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در یک چشم هم زدن از مکه مکرمه بردارن ببرن مدینه منوره، همونجوری که در شب معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بردن فلسطین، از اونجا بردن باز به آسمان هفتم. خب چه نیازی بود این همه مقدمه چینی ها، این همه اسباب، این همه برنامه‌ریزی، استفاده از نیروهای مختلف در این کار و خطر انداختن جون خود و اطرافیان؟ چه درسی هست، چه حکمتی هست در این مورد؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مشرعن، صاحب دینن. کار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما الگوست. اگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سوار بر براق میرفتن به مدینه منوره، امروز من و شما هم اگه میخواستیم یک کاری واسه دین بکنیم منتظر بودیم که براق بیاد و کار ما رو راه بندازه. اما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همه این سختی ها رو تحمل کرد، همه این برنامه ها، همه این زحمت ها، همه این خطرها رو به جون دل خرید تا ما یاد بگیریم که این راه این دین سختی ها داره، راه این دین تلاش میخواد. همونطور که در یک حدیثی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الجنة حفت بالمکاره، رسیدن به بهشت همش راهش پر از سختی هاست، مشکلات، خارهاست تو راه. باید همه اینا رو تحمل کنیم و باید برای رسیدن به هدف منتظر معجزه و کرامات و اینجور چیزا نباشیم. باید خودمون حرکت کنیم. معجزه این دین در واقع کرامت این راه خود ما هستیم، همت ماست، مردونگی ماست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم و یار با وفای او از شب جمعه تا یک شنبه شب مدت 3 روز و 4 شب را در غار ثور در فاصله 4 کیلومتری جنوب مکه در ارتفاع 748 متری سطح دریا در بین صخره توخالی به ارتفاع 1.25 متر سپری کردند تا قریشیان با احساس به اینکه تمام این مدت را پیامبر با سرعت به سوی یثرب مرکب رانده و از مکه فرسنگ ها فاصله گرفته است
و امکان ندارد آنها بتوانند ایشان را دستگیر کنند به کلی ناامید شوند و دست از تلاش برای یافتن ایشان بردارند. نشانی از گل آلاله داری، به قلبت داغ صدها لاله داری. نشانی از گل آلاله داری، به قلبت داغ صدها لاله داری. بیادت ای سر و دندان شکسته، شکم را با سلاح سنگ و بسته. فرستادم بیاد تو سلامی، به سبزی بهاران احترامی. فرستادم بیاد تو سلامی، به سبزی بهاران احترامی. بیادت شام مکه رنگ خون است، بگاه سرخ یثرب لاله گون است. پرستوهای طائف پرشکسته، نفسهای قناری گشت خسته. پرستوهای طائف پرشکسته، نفسهای قناری گشت خسته. در این عالم تو قربانی بدادی، در ایمان بروی ما گشادی. هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین. اینجا غار ثوره، همون جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و یار غارشون ابوبکر صدیق که لقب یار غار رو از اینجا به افتخار برد، در پایان سفر کوه ثور به اینجا رسیدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابوبکر صدیق، اسما، عبدالله ابن ابی بکر و دیگر کسانی که در این سفر همه نقشه کشیده بودند، پایان مسیر همه اینجا بود. مشرکین هم کم کم پیدا کردن این مسیر رو و به این محل رسیدن. به این نزدیکی ها حدوداً تا اینجا مشرکین آمدن. غار که پشت سر من دارید میبینید، این دهانه غاره و خب طبیعتاً اون موقع کمی ارتفاعش کمتر از این بوده و کسی که اینجا می اومد به راحتی نمیتونست داخل رو بینه. رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق این قسمت داخل غار مشغول استراحت بودن و مشرکین به این منطقه رسیدن. ابوبکر صدیق نگران و پریشان، یا رسول الله اگر اینا سرشون رو پایین بیارن ما رو اینجا خواهند دید. اینجا عنکبوتی تار تنیده بود و در بعضی روایت هم آوردن که کبوتری اینجا تخم گذاشته بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق داخل بودن. اینها وقتی اینها رو دیدن، دم در تار عنکبوت رو دیدن، گمان نمی‌کردن هرگز که شخصی از اینجا عبور کرده باشه و این تار عنکبوت هنوز سالم مونده باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق رو الله متعال با نیروهای خودش، نیروهایی که بسیاری نمیشناسن، محافظت فرمود. رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق رضی الله عنه 3 شبانه روز کامل رو در این غار گذراندن. رسول الله صلی الله علیه و سلم و یار غارشون در این مکان، یعنی غار ثور، این فضایی که دارید مشاهده میکنید، 3 شبانه روز رو گذراندن. مشرکین رد پای رسول صلی الله علیه و سلم رو پیدا کردن. به هر حال کسانی که میشناختن، شناسایی داشتن به فن شناخت رد پای رسول صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق رو آوردن تا دم غار. این لحظه آمدن و رسیدن دم در غار. رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق اینجا نشستن. همین مکانی که شما میبینین، اون طرف و این طرف، یک مکان بسیار کوچک، یک مکان بسیار تاریک.
این طرف ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یا رسول الله اینهایی که اومدن اینجا اگر پایین پای خودشون رو نگاه کنن ما رو میبینن. رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام وسایل ممکن رو انجام دادن، تمام نقشه های لازم رو کشیدن، تمام اسبابی رو که میتونستن در راه هجرت استفاده کردن، اما در این لحظه تمام اسباب از بین میره، تمام اسباب توانایی خودشون رو از دست میدن. مشرکین مکه تا اینجا اومدن، تا یک قدمی رسیدن، همین دم درن. اگر ابوبکر صدیق سرفه‌ای بکنه متوجه میشن، اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم سرفه‌ای بکنن اینها متوجه میشن، هم اومدن به قصد کشت. اگر پیدا بکنن رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق رضی الله عنه رو حتما خواهند کشت. ابوبکر صدیق رضی الله عنه نگرانه و مضطرب از حال رسول صلی الله علیه و سلم، از اینکه مشرکین دست پیدا نکنن به رسول الله صلی الله علیه و سلم و بلای متوجه رسول الله صلی الله علیه و سلم نشه. اینجا بود که ابوبکر صدیق روی به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند یا رسول الله اگر اینها این پایین رو نگاه بکنن ما رو میبینن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ای ابوبکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما. ابوبکر درباره اون دو نفری چی میگه که سومی اونها الله است، الله تعالی با ماست. این آیه نازل شد، در همین غار بود که این آیه نازل شد، آیه 40 سوره مبارکه توبه الا تنصروه فقد نصره الله. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم یاری نکنید الله تعالی او رو یاری خواهد کرد. الله تعالی یاری میکنه رسولش رو صلی الله علیه و سلم، ولو با چند صخره سنگ هم که شده باشه. نیروهای الله، لشکر الله، تمام مخلوقات از آن الله تعالی هستند. فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. وقتی که کفار اخراجش کردن، خارجش کردن از مکه مکرمه، هجرت کرد، اومد اینجا، دو نفر بودن. دومی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اذ هما فی الغار، وقتی که در غار بودن. این غار همینجا اسم این غار در قرآن کریم ذکر شده. این مکان مد نظر این آیه مبارکه است. اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به یار خود گفت، به صحابی بزرگوار خود گفت ابوبکر صدیق ناراحت نباش، الله با ماست، معیت الله با من توه، معیت خاص الله با من توه، نصرت الله تعالی، تایید الله تعالی، محافظت الله تعالی با من توه. الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق رو نصرت میکنه. به خدا قسم اگر تمام مشرکین مکه، اگر تمام کسانی که در مکه زندگی میکردن، در جزیره العرب زندگی میکردن، حتی اموات اونها از غرب بلند میشدن، کفنهای خودشون رو پشت سرشون کشیده می آوردن و کمک میکردن به مشرکین قریش، تمام سنگهای بیابان رو بلند میکردن، تمام ریگهای شنزارها رو بلند میکردن، تمام کوهستانها رو هم میگشتن، به والله که رسول صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق رو پیدا نمی‌کردن. چرا که الله متعال یاری کرده، چرا که الله متعال سومی اونهاست. ما ظنک باثنین الله ثالثهما. درباره دو نفری که سومی اونها الله است، مالک الملک، کسی که اختیار عالم به دست اونه. ای ابوبکر نظر تو راجع به اون چیه؟ فانزل الله سکینته علی. الله متعال سکینه خودشو، آرامش خود رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل فرمود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار ثور، در سفر به غار ثور، در هجرت به غار ثور، به کوه ثور به امت توکل یاد داد. معنای حقیقی توکل رو به امت آموخت که شما تمام اسبابی رو که میتونید استفاده بکنید، اما قلب شما به الله تعالی متصل باشه، اعتماد شما باید به الله تعالی باشه. به الله تعالی اعتماد بکنید، به قدرت خود اعتماد نکنید، به علم خود اعتماد نکنید، به ثروت خود اعتماد نکنید، بلکه به یاری الله تعالی اعتماد بکنید. نصرت الله تعالی رو مد نظر بگیرید، الله تعالی شما رو یاری خواهد کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم معنای حقیقی توکل رو به مؤمنین موحدین آموخت. کسانی که در راه الله هجرت میکنن، کسانی که دعوت الله تعالی رو به عهده میگیرن، توکل رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد بگیرن. مشرکین مکه همینجا ایستاده بودن. مشرکین مکه تا دم در غار رسیدن، یک قدمی غار رسیدن، اگر نگاه بکنن پایین رو میبینن. اما وقتی الله تعالی بخواد، وقتی نیروهای الله تعالی از طرف الله تعالی مأمورن تا یاری بکنن یکی از بندگان الله تعالی رو، هرگز مشرکین موفق نخواهند شد. همین دم در خواستن نگاه بکنن، دیدن که اینجا عنکبوتی تار تنیده. وقتی که این عنکبوت رو دیدن گفتن محاله که تار عنکبوت سالم باشه و کسی داخل غار شده باشه. از این جهت اومدن و برگشتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم و یار غارشون ابوبکر صدیق داخل غار اومدن. ابوبکر صدیق در این غار 3 شبانه روز رو با رسول الله صلی الله علیه و سلم گذراندن. رسول
الله صلی الله علیه و سلم سر مبارک رو روی پای ابوبکر میگذارن، استراحت میکنن. در این مکان رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق 3 شبانه روز با هم اینجا درد دل کردن، اینجا خلوت کردن. ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در زندگی هرگز تنها نگذاشت. ابوبکر رضی الله عنه در این غار بر روی این سنگ‌ها، بر روی این زمین تصویری از محبت به نمایش گذاشت. ابوبکر صدیق در این مکان، در این غار به امت محبت یاد داد. بهترین نمونه های محبت رو در طول تاریخ به تصویر کشید. این غار خودش دلیل بر محبت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، فداکاری ابوبکر صدیق رضی الله عنه. هنگامی که وارد غار می شدن، ابوبکر صدیق از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواست اجازه بدید من داخل غار رو بگردم، شاید اینجا کسی حیوان موذی باشه، شاید اینجا گزنده‌ای باشه به شما ضرر بزنه. هر جایی رو که پیدا می‌کرد با لباسهای خودش، با پارچه‌ای که اطراف داشت میپوشوند. یک سوراخ هنوز باقی مونده بود، پای خودش رو اونجا گذاشت. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل شدن و سر مبارک رو گذاشتن روی پای ابوبکر صدیق مشغول استراحت بودن، گزنده اونجا نیش زد پای ابوبکر صدیق رضی الله عنه رو. ابوبکر صدیق دوست نداره که خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو خراب بکنه. ابوبکر صدیق تحمل میکنه، صبر میکنه، اشک مبارک جاری میشه، بر روی صورت رسول صلی الله علیه و سلم میریزه. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیدار شدن. یا ابوبکر چی شده؟ یا رسول الله، پای من رو گزنده گزید، چرا خبر ندادید؟ نخواستم که خواب شما رو خراب بکنم، نخواستم که استراحت شما رو مکدر بکنم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بر جان خود، بر مال خود، بر خانواده خود ترجیح میدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این غار مدت 3 روز رو به همراه ابوبکر صدیق رضی الله عنه به سر بردن. افراد پیاده، سوارکاران، ردیابان و هر کس که نای حرکت داشت به طمع دست یافتن به جایزه بزرگ قریش از خانه اش برآمد. نیاز بود این 2 مهاجر مؤمنه که گام در راه هجرت به سوی رضایت پروردگارشان نهاده بودند در اسرع وقت از تمامی آنچه در مکه روی می‌دهد و از نقشه‌های مشرکان آگاه شوند تا بر اساس آن برنامه حرکت خود را تنظیم نمایند. ناآگاهی از اخبار مکه می توانست برای آنها پیامدهای جبران ناپذیری در بر داشته باشد. عبدالله نوجوان، پسر زیرک و باهوش ابوبکر صدیق، بهترین سوژه برای این کار بود. او هر روز با بانگ خروس در کوچه و بازار مکه به گشت و گذار می پرداخت و با چشمهای باز و گوشهای تیزش هر آنچه در مکه روی میداد را در دل شب به غار ثور می رسانید و قبل از اینکه مکه چشم از خواب برگشاید داخل شهر می شد. عامر ابن فهیره وظیفه داشت رمه گوسفندان ابوبکر را در مسیر رفت و آمد عبدالله حرکت دهد تا اثر قدمهای او را ناپدید کند. عامر با نزدیک کردن گوسفندان به غار برای پیامبر و یارش فرصت استفاده از شیر را نیز فراهم می کرد. کنار غار ثور هستیم و این سنگا ما رو بیاد اون رشادت ها و دلیری های اون نوجوان برومند عبدالله ابن ابی بکر میندازه. عبدالله ابن ابی بکر مسئولیت خبررسانی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو به عهده داشتند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اینجا اومدن، کسی خبر نداره، تنها از خانواده ابوبکر، عبدالله و اسما در شهر خبر دارن. دیگه هیچ احدی داخل شهر مطلع نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به کدوم طرف تشریف بردن. عبدالله روز میرفت داخل شهر، تو اجتماعات قریشی‌ها سرگوشی آب میداد، همه خبرایی که تو مکه بود رو میگرفت، میدونست که اهل مکه به کدوم طرف دارن حرکت میکنن، به کدوم طرف بسیجی‌های خودشون رو فرستادن، به کدوم طرف مردمای مختلف حرکت کردن که پیامبر رو پیدا کنن و چه نقشه‌هایی تحریزی میکنن. با غروب آفتاب عبدالله از اونجا باد پا
خودش رو میرسون اینجا، فوراً میومد اینجا گزارش کامل اون چی که در مکه رو داده رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میرسوندن و شب رو در اینجا بودن تا وقت سحر. وقت سحر از اینجا بدو خودشون رو میرسوندن به مکه مکرمه و صبح زود ایشون تو شهر بودن، انگار که طول شب رو در مکه سپری کردن. کسی متوجه غیاب ایشون در شب از مکه مکرمه نبود. عبدالله این 3 روزی که پیامبر اینجا بودن خیلی خسته شد، خواب و آرام نداشت، ولی تونست وظیفه خودش رو با بهترین وجه وظیفه خودش رو ادا کنه و با دلیری و شجاعت بی‌نظیری ثابت کنه که واقعاً یک نوجوان مؤمن و با تقواست. صلی الله علی محمد صلی الله علیه و سلم صلی الله علی محمد صلی الله علیه و سلم. یکی دیگر از افرادی که در اجرای برنامه دقیق هجرت رسول صلی الله علیه و سلم مأموریت داشت تا وظیفه خودش رو به بهترین وجه ممکن انجام بده، کسی بود که چوپانی گله ابوبکر صدیق رضی الله عنه رو به عهده داشت. عامر بن فهیره چوپان ابوبکر صدیق رضی الله عنه مأمور شد تا صبح هنگامی که گله گوسفندان ابوبکر صدیق رو از مکه مکرمه برای چرا خارج میکنه، از مسیری تردد بکنه که اسما و عبدالله تردد میکردن تا رد پای اونها رو گم بکنه، چرا که در مکه مکرمه کسانی بودن که از روی رد پاها حتی اشخاص رو میتونستن تشخیص بدن و مسیر رو به راحتی تشخیص میدادن. عامر بن فهیره وقتی که گوسفندان خودش رو خارج میکرد و به سمت غار ثور حرکت میکرد، در مسیر برگشت باز هم سعی میکرد از کنار غار و از کنار کوه ثور رد بشه تا رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق بتونن که از شیر اون گوسفندان که مال ابوبکر صدیق بود استفاده بکنن و همچنین باز هم رد پای عبدالله رو که شب هنگام برمیگشت به پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گم بکنه. در کل خانواده ابوبکر صدیق همه، حتی کارگری که در خانه ایشون کار میکرد، دست به دست هم داده بودن تا سعی بکنن این نقشه به بهترین وجه ممکن اجرا بشه. الصادق الوعد الامین صلوا علیه. این حادثه که پیامبر در فضایی که بوی تند خون و مرگ، توطئه و نیرنگ از هر سو آن را فرا گرفته بود و با عرق جبین خود بر صفحات تاریخ نگاشت، به مؤمنان آموخت مسیر پرفراز و نشیب تغییر باورهای کهنه جامعه در کنار از خودگذشتگی‌ها و ایمان سترگ نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و درست دارد. استفاده نیکو از اسباب و امکانات، اعتماد و توکل راستین به پروردگار یکتا، امید و اطمینان به نصرت و یاری خداوند، اختیار دوست و همراه مناسب که حاضر باشد در راه دین جان و مال و فرزندان خود را فدا کند، برتری ارزش و بهای دین بر زادگاه و خاک، مال و ثروت و اینکه تغییر را دستان توانمند ایمان می نگارد، نه خواب و خیالهای قدرت‌های افسانه‌ای، از جمله درس‌هایی است که این فضای پرمخاطره با زبان بیزبانی به ما می آموزاند. از بالای کوه ثور، جایی که غار ثور قرار داره، با شما هستیم. این راه خاطره ها داره. از جای اون برج که خانه خدا در اونجا قرار داره، دعوت توحید آمد به این راه. از این راه اومد به این غاری که بالای این کوهه و از این غار به مدینه و از مدینه به همه جهان تا به ما رسید. این راه و این سنگها و این کوه خاطره ها دارند برای ما. سخنهای زیبایی
از اون رشادت مردی ها، از دلیری ها، از ابوبکر یار غار رسول خدا، از اسما اون زن شجاع و دلیر، از عبدالله پسر ابوبکر، از عامر ابن فهیره که در خانه ابوبکر بود و چوپونش بود. این سنگ ها درسته که واسه ما خاطره ها دارند، اما اون چیزی که مهمتره شهادت و گواهیشون هست روز قیامت. اینها گواهی خواهند داد برای اون رادمردها، برای اون کسانی که در راه دین از همه چیشون گذشتن. من و شما هم از این دینیم، من و شما هم با رسولمون پیمان بستیم. خب اون سنگ هایی که ما روشون قدم میذاریم، اون زمینی که ما روش راه میریم، روز قیامت واسه ما چه شهادت خواهند داد؟ چه گواهی میدهند؟ آیا گواهی میدهند که من و شما هم مثل اون مرد غیور، مثل ابوبکر 51 ساله‌ای که از این کوه بالا میرفت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، از مالش، از جانش، از خانوادهش، از همه و همه گذشت؟ آیا ما مثل ابوبکر خواهیم بود؟ ای جوون، آیا شما مثل عبدالله ابن ابوبکر خواهید بود؟ اون جوونی که 3 روز نه خواب داشت نه آرامش، شب با تاریکی مغرب خودشو از مکه میرسوند اینجا بالای این کوه غار ثور. اینجا می اومد اخبار مکه رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میرسوند. مکه چه توطئه ها، چه مکره ها و حیله ها که ریخته. بعد از اون قبل از سحر خودشو به مکه میرسوند تا کسی شک نکنه که این تو شهر نبوده. عبدالله ابن ابوبکر راحتیشو فدای راهش کرد، سختی ها کشید، هر لحظه امکان داشت که اطلاعاتی های دشمن اونو بگیرن، ترورش کنن، بکشنش، بلایی سرش بیارن. آهای خانم، آیا شما از صحتت، از آرامشت، از همه میگذری مثل اسما میشی؟ اسمایی که نوزاده، اسمایی که تو شکمش جنین 7 ماهه‌ای رو حمل میکرد، از این راه می اومد، از این راه دشوار می اومد و غذا و آذوقه به پیامبر و یار غارش ابوبکر میرسون. اسما هر لحظه هم امکان داشت از این سنگ ها غرق بخوره، خودش هم ضایع بشه و هم بچهش. هر لحظه امکان داشت که بسیجی های قریش اونو ترورش کنند یا بگیرنش، یه بلایی سرش در بیارن. اما از راحتیش از همه گذشت. واسه چی؟ واسه دینش. ای خانواده محترم، آیا شما پدر، مادر، برادر، خواهر، آیا شما میتونید مثل خانواده ابوبکر باشید؟ باید باشیم تا ما هم در کنار ابوبکر جای بگیریم. ابوبکر کنار محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود در دنیا، حتی در قبرش کنار محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خوابید و روز قیامت هم اولین کسیه که از کنار محمد مصطفی برخواهد خاست. من و شما چی؟ آیا ما هم برادرامون، خواهرامون، پسرامون، دخترامون همه چیزمون رو گذاشتیم به کفمون، گفتیم که خدایا ما جان مال ما، مال و ثروتمون همه فدای دینت؟ اگه چنینیم مبارک باد ما رو. ما هم ابوبکریم، ما هم محمدیم، ما هم اسماییم، ما هم مثل عبداللهیم. اما اگه نه، ما اومدیم دنیامون ما رو گول زد، ما اومدیم زندگیمون ما رو گول زد، دینمون یادمون رفت. اون وقت وای وای بر ما، وای ویلا بر ما در اون روز حساب، در اون روزی که هیچ چیزی دست انسان رو نمیگیره مگر اونی که قلب پاکی داشت، قلبی پر از ایمان، سرشار از توحید. بیایید ما هم مثل اون رادمردان ثابت کنیم که ما پیروان محمدیم. الله فاض حنيننا صلوا عليه.
بهره برداری درست پیامبر و یارغارش از تمام امکاناتی که در اختیارشان بود، بهره‌گیری از همه نیروها و توانمندیها، برنامه‌ریزی دقیق، صبر و استقامت و اخلاص و ایمانشان به اینکه پیروزی نهایی از آن خدا و دینش است، امان الهی را برای آنها به ارمغان آورد. پس از اینکه یأس و ناامیدی تلاش‌های قریشیان را برای یافتن پیامبر و یارش کند کرد، در تاریکی شب دوشنبه اول ربیع الاول مصادف با 16 سپتامبر سال 622 میلادی، 2 مهاجر از پشت کوهی که در زیر صخره توخالی بر قله آن پناه آورده بودند پایین آمدند. عبدالله ابن اریقط لیثی، راه شناسی که ابوبکر او را استخدام کرده بود، همراه با 2 شتر که به او سپرده بود در آنجا منتظر آنها بود. اشک در چشمان نبی رحمت حلقه زد. در یک آن 13 سال تلاش، جهاد، تحمل سختی‌ها، مرارت‌ها و آزار و اذیت قریشیان را به یاد آورد. فشارهایی که او را مجبور ساخته بود با شهری که میزبان خانه خداست، با خانه‌ای که یادگار توحید و یکتاپرستی و کارنامه رشادت‌های پدرش ابراهیم بتشکن است، وداع گوید. درست می‌دانم که تو بهترین شهر نزد خدایی و عزیزترین سرزمین ها نزد پروردگارم تویی. اگر ساکنان تو مرا بیرون نمی راندند، هرگز تو را ترک نمی گفتم. صبح پنجشنبه کفار قریش در دارالندوه جمع شدند و تصمیم به ترور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گرفتند. ظهر اون روز حضرت جبریل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اطلاع دادند که امشب رو شما در بستر خودتون نمیخوابید و آغاز هجرت است. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یار غارشون حضرت ابوبکر رو گرفته و شب خودشون رو به اینجا رسوندن. شب جمعه اینجا بودند. روز جمعه 27 صفر رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینجا بودند که مصادف میشه با 13 سپتامبر و شب شنبه رو اینجا بودند، روز شنبه رو اینجا بودند، شب یک شنبه رو اینجا بودند، روز یک شنبه رو اینجا بودند و غالباً شب دوشنبه که مصادف میشه با اول ربیع الاول از اینجا همراه یار غارشان حضرت ابوبکر، همراه عامر ابن فهیره و همراه اون دلیلی که راه رو بهشون نشون میداد عبدالله ابن اریقط، از اینجا به سوی مدینه منوره حرکت کردند. تاریخ اسلام و تاریخ تغییر و تحول در تاریخ بشریت، تاریخ نهضت نوین بشریت از اینجا، از این غار، از بین این صخره ها آغاز میشه و به همه دنیا میرسید. هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تغییری است و تحولی است بس بزرگ در تاریخ بشریت. الله فاض حنیننا صلوا علیه. رها کردن زادگاهی که پوست و دل انسان با خاک و آب آن آمیخته گشته، تنها برای نجات دین از فتنه ظالمان مستبد که بر میهن چیره گشته اند به هیچ وجه کار آسانی نیست. چشم پوشی از تمام دارایی ها و مال و منال، دل کندن از پدر و مادر و فرزندان، فداکاری ها و ایثارهایی که تاریخ در پاس آن تا ابد قصیده مدح می سراید، مؤمنان را شایسته آن ساخت تا قرآن
بزرگمنشی و ایمان آنها را در آیات چند جهت الگوبرداری برای مؤمنان به ثبت رساند. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم. هجرت راه بسیار پرمشقتی است که چه بسا ایمان برای رسیدن به اهداف والای خود مجبور می شود آن را انتخاب کند. هجرت راهی که بسیاری از پیامبران آن را پیمودند. زندگی حضرت ابراهیم خلیل الله صحنه‌های درخشان از هجرت را به نمایش گذاشته. هجرتش به شام همراه همسرش ساره و برادرزاده اش لوط، هجرتش به مصر همراه خانواده و هجرتش به مکه همراه همسرش هاجر و نوزادش اسماعیل. حضرت موسی کلیم الله از بیم مکر و نیرنگ فرعونیان ره هجرت پیمود و حال برادرشان پیامبر خاتم علیه السلام به همراه یارانش از زیر بار ظلم و ستم به امید یافتن فضای آزاد گام در راه پیامبران پیشین می نهد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چون سایر پیامبران به آیندگان می آموزاند که هجرت فرار از گرمای سوزان ظلم به سوی سایه خنک آرامش نیست. هجرت آغاز تغییر و ابتدای سازندگی و شروع مرحله نوین برای بازگشت است. هجرت چنگ زدن بر ریسمان الهی و پایبندی بر فرامین و دستورات قرآن کریم. هجرت یعنی حرکت همگام با نبی رحمت. مهمترین سفر تاریخ بشر چند روزی است آغاز شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم به همراه یار غار در بالای این کوه غار ثور سر شبانه روز رو گذراندن. امروز باید به دستور الله متعال پای در مسیر هجرت بگذارند به سمت مدینه منوره. هجرت یعنی ترک دیار و وطن. هجرت یعنی آغاز مسیری مبهم و پرپیچ و خم. هجرت یعنی دل کندن از دیار و وطن. هجرت یعنی ترک زادگاه، ترک مکه مکرمه. هجرت یعنی به جان خریدن مشکلات و مشقات و سختی ها. هجرت گرچه ظاهر اسمش زیباست و معنا و مفهوم والایی رو در بر میگیره، اما در میدان عمل کار بسیار مشکلی است. کسانی که هجرت کردن و دیار و خانه رو ترک کردن بهتر متوجه میشن که هجرت کردن اون هم در یک نیمه روز، فاصله بین ظهر تا شبی برای صدیق اکبر و خانوادهش و برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و فراموش کردن مکه کار آسانی نبود. اما وقتی دستور الله تعالی است، وقتی هجرت رفیق هجرت انسان رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، هر سختی به جان خریدن ارزش داره و لذت بخشه. صدیق اکبر تحریزی نقشه بزرگترین سفر رسول صلی الله علیه و سلم رو به صورت کامل انجام داده. خانواده صدیق اکبر جز این نقشه رو اجرا کردن. اسما مدیر تدارکات این سفر، بانوی بزرگوار هجرت، مادر عبدالله، دختری دلسوز برای صدیق اکبر، همسر زبیر ابن عوام، بار دیگر برای آخرین بار قبل از سفر رسول صلی الله علیه و سلم دلش برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، پدر روحانیش و پدر جسمیش صدیق اکبر میتپه. غذا آورده تا برای اونها در این مسیر کمکی کرده باشه تا این غذا را در بین راه پرپیچ و خم مکه مکرمه در گرم ترین ماه تابستان، ماه آخر، در این گرما مقداری از این غذا استفاده بکنن. فراموش میکنه به خاطر سرعت عمل، به خاطر هیجان کار، تا پارچه ای رو بیاره که این خورجین غذا رو ببندن به اون شتر. کمربندی رو که به کمر داره دو نصف میکنه و بخشی از اون رو استفاده میکنه برای بستن در خورجین. اسما
ذات النطاقین لقب میگیره. مدال افتخار دیگری بر دفتر زندگی صدیق اکبر و خانوادهش از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اسما بار دیگر از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون شرایط وقتی برای عبدالله 7 ماه حامله است، در این بحران، در این سختی ها لقب ذات النطاقین میگیره. از اون طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق با عامر بن فهیره چوپان همراه و فداکاری که در این چند روز می آمد و رد پای اسما و عبدالله رو با گله گوسفندی که همراه داشت پاک می کرد، همراه در این سفر. از اون طرف دیگه عبدالله ابن اریقط گرچه مشرکه اما مرد، اما وفاداره، اما هنوز از اون صفات اخلاقی و انسانی در وجودش چیزی باقی است. گرچه که به الله تعالی ایمان نداره اما به اون وجدان انسانی خودش باور داره و ایمان داره. عهدی رو که با صدیق اکبر بسته فراموش نمیکنه و شترهای خودش رو میاره اینجا کنار این کوه و رسول الله صلی الله علیه و سلم برخلاف مسیر اصلی، به جای اینکه از اون مسیری که بالا رفتن در جهت غربی از پشت کوه پایین میان، از همین مسیر حدودهای این مسیر رسول الله صلی الله علیه و سلم پایین میان تا به این قسمت برسن و سفر هجرت رو شروع بکنند. در تاریکی های سحرگاه شب دوشنبه 5 ربیع الاول مصادف با 16 سپتامبر 622 میلادی، عبدالله ابن اریقط بنا به اتفاق پیشین با حضرت ابوبکر اون شترهایی که حضرت ابوبکر بیشون داده بودند رو آورد در اینجا طرف غرب غار ثور هست که باز پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میخوان به طرف جنوب که همون مسیر یمن باشه بیشتر و بیشتر برند تا راه رو بر دشمن گم کنند. عبدالله ابن اریقط شترها را آورد در این گردنه. خب شتر از کوه بالا نمیره و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یار غارشون از اینجا غالبا اومدن به این محوطه. در اینجا حضرت ابوبکر 2 شتر رو تقدیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کردند و فرمودند که یکی رو انتخاب کنید. بهترین رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دادن، اما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اما باید قیمتش رو پرداخت کنن. حضرت ابوبکر خیلی اصرار داشتن که پیامبر این شتر رو به عنوان هدیه قبول کنه. ابوبکر خیلی خیلی مشتاق بودن که در این مسیر هجرت هر چه بیشتر بتونن اجر و پاداش از پروردگارشون به دست بیارن، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم نمیخواست که اجر هجرت رو از دست بده یا کمتر بشه. به هر حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مقابل اون مبلغی که حضرت ابوبکر شتر رو خریده بود، شتر رو انتخاب کردن، قبول کردن و بعد از اون عبدالله ابن اریقط هم با شتر خودش اومده بود. در این اثنا عامر ابن فهیره هم سر رسید که خادم ابوبکر بود، گفت که من باید باشم در سفر و خدمت شما کنم و سفر از اینجا آغاز میشه. در این لحظات هم اسما هم توشه غذا رو آورد رسوند در همین تاریکی های شب و خواست که توشه غذا رو که توی خورجینی بود آویزون کنه به شتر. اینجا بود که دید که یادش رفته اون بند رو بیاره که توشه رو بتونه رو شتر ببنده. نگاه کردید نطاقی که داشت، کمربندی که داشت، کمربند خودش رو باز کرد، 2 تیکش کرد، یه تیکه رو بست به اون خورجین و آویزونش کرد روی بار شتر. از اینجاست که به اسما میگن ذات النطاقین. سفر از اینجا آغاز میشه. 3 شترند. شتر عبدالله ابن اریقط. عبدالله ابن اریقط مشرک بود و اما فردی قابل اعتماد و مرد بود که حضرت ابوبکر باشون اتفاق کرده بودن. عبدالله ابن اریقط به سادگی میتونست با یک گزارش دادن به اهل مکه 200 شتر کسب کنه و حتما هم اتفاقش با حضرت ابوبکر به مراتب از این مبلغ کمتر بود، اما مرد مردونگی همه اسرار رو حفظ کرد و پیامبر رو از اینجا تا مدینه منوره از راهی که با هم میریم انشالله همراهی کرد. از اینجا 3 شتر حرکت کردند. عبدالله ابن اریقط با شتر خودش همون راهنما، حضرت ابوبکر با عامر ابن فهیره روی شتر خودشون و پیامبر روی شتر خودشون از اینجا حرکت کردند. ما هم از همین مسیری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفتن گام به گام میریم تا به مدینه منوره برسیم. البته همراه شما در این مسیر ما رو 2 تا از کارشناسای بسیار ماهر این
مسیر، شخصیت هایی که در این میدان کارها و تلاش هایی کردند، سالیان زیاد پژوهش هایی رو تقدیم داشتند. استاد دکتر احمد محمد شعبان متخصص در زمینه سیرت نبوی بحث ها و پژوهش های میدانی داشتند در مسیر سیرت نبوی از اینجا تا مدینه منوره. ایشون مسیر سیرت رو مثل کف دستشون میشناسن. ما ایشون رو همراه خودمون داریم. استاد بزرگوار و سالخورده‌ای هم با خودمون داریم، استاد جغرافیا است، استاد حسن بکری که یکی از متخصصین در تاریخ اسلامی و سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. ایشون در این زمینه هم بحث‌ها و پژوهش‌هایی داشتن در مرکز پژوهش‌ها و دراسات مدینه منوره. ایشون اونجا تحقیق میکنند. ایشون رو هم همراه خودمون داریم و با دوستایی که با ما همراه هستند و استادمون استاد فضل الحق سلیمانی این مسیر رو گام به گام همراه شما عزیزان تا مدینه منوره میریم و دوشنبه آینده، امروز دوشنبه 5 ربیع الاول است، دوشنبه آینده بعد از 8 روز سفر انشالله ما به قبا همراه شما و همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواهیم رفت.